سلام، این هفته در آفساید جلاد کیست؟ شهید کیست؟ مسئله این است. در سالگرد مرگ خمینی که برای مردم همون ارتحال هالیدی و سفر به شمال و ایناست، علی خامنه هم نوچه‌هاش رو جمع کرده بود تا امام گور به گوریش رو یه بار دیگه از گور در بیاره و یه جوری برای جوون امروز جذابش کنه. امام یک جذابیت‌های شخصی داشت، اما جوان امام را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت‌هایی که در امام وجود داشت. البته خامنه اینجا توضیح نمیده که اون جذابیت‌ها دقیقاً چی بود، چون آدم همینجوری که نگاه میکنه با هیچ تعریفی از جذابیت چیزی توش پیدا نمیکنه. به همین خاطر هم خامنه زیاد روی این جذابیت امامش وای نمیسته و کمی جلوتر یک نکته میگه تو بین الهلالین یا همون تو پرانتز خودمون که این نکته خیلی جنجالی میشه. یک نکته ای رو من اینجا در بین الهلالین عرض بکنم و اون مربوط به دهه 60 است. دهه 60 دهه خشنترین تروریسم در کشور. اینجور نباشه. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. اینکه این وسط عبارت شهید و جلاد اشتباهی از دهن خامنه پرید بیرون یا نه زیاد روشن نبود، چون فقط ذره منطق کافیه که آدم بفهمه که شهید که از دنیا رفته نمیتونه با جلاد که هنوز زنده است جا به جا بشه. به طور خاص وقتی که کلمه جلاد در ایام انتخابات به وفور شنیده شد توی شعار معروف نه شیاد نه جلاد. به کی رأی داده میشه بگی یا نه؟ چیز نمی‌کنه. ببخشید اسم چیه؟ نه جدی به جلاد یا به شیاد؟ اینکه جلاد در ایام انتخابات مترادف شد با رئیسی دیگه حرف ما نبود، بلکه در صحبت‌های عناصر باندهای همین نظام به وفور تکرار میشد که این کسیه که 20,000 نفر رو بدون محاکمه اعدام کرده. گفت چرا به رئیسی رأی نمیدی؟ گفتم اگر بخواهم طبق قانون همین جمهوری اسلامی عمل کنم به خاطر 20,000 اعدام بدون محاکمه باید او را 20,000 بار اعدام کنم. و حالا میگه این تو نظام هیچ کاره است، مقامی نداره. باشه، ولی آخه رئیس جمهور نظام خودتون گفت این نظام تو کارنامش 38 سال زندان و اعدام داره. اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن. جالبه که میگه 38 سال، یعنی 4 سال دوران ریاست خودش هم شامل میشه که توی این دوران روحانی هم موتور اعدام نظام داشته کار خودش رو میکرده. حالا وقتی به این وضوح به ثبت داده شده که جلاد کی بوده، دیگه توصیه علی خامنه که نباید جلاد و شهید عوض بشه بیشتر ابهام ایجاد میکنه، طوری که دلواپسان نظام مجبور شدن روز بعدش یه برنامه تلویزیونی مفصل بذارن تا به اصطلاح روشن بشه که جلاد و شهید کیا بودن. اینا از حدود 10 سال پیش این شبهه رو مطرح کردن که آقا مجاهدین خلق اصلا نمیخواست وارد فاز مسلحانه بشه. جمهوری اسلامی اینقدر بدرفتاری کرد با اینا که اینا مجبور شدن برای دفاع از خودشون وارد فاز مسلحانه بشن. اصلا اینا مقصر نبودن. بعد خوشمزه‌اش اینه کسایی این حرفا رو زدن که یه زمانی خودشون در مقام مسئول تو قوه قضاییه تو دهه 60 بیشترین تعداد حکم اعدام رو برای منافقین دادن. بیا اینم اومد ابروشو درست کنه، زد چشم اون یکی جناح رو کور کرد. یعنی باز توی این برنامه که به اصطلاح قرار نظام رو مظلوم جلوه بدن، میزنه بیرون که اون یکیا که به ما میگن 38 سال اعدام خودشون بیشترین تعداد حکم اعدام رو دادن. حالا توی یه جلسه دیگه که فیلمش رو منتشر کردن در مورد اینکه چه کسی باعث شروع خشونت‌های دهه 60 شد این اعتراف رو میکنن. آقای اصلاح طلبان،
شما خشونت طلبان دهه 60 بودید، انکار نکنید. من نمیدونم، هر کی میگه من نبودم، من افتخار میکنم به دهه 60م. من نمیدونم اجنه اومدن اون جنایت‌ها رو دهه 60 کردن، کی بوده؟ هیچ کی نبوده. و هر کی میگه من نبودم. هر کدوم از اصلاح طلبها دست گذاشتیم، طرف فرماندار بوده، استاندار بوده، توی قوه قضاییه بوده، توی اوین بوده، من هیچ کار نکردم. من اجنه بودم احتمالاً. به هر حال اینا همشون هیچ کار نکردن. خیالتون راحت. مجاهدین خلق خطا کردن، اما در شورای مرکزی حزب جمهوری تصویب شد که کاری کنیم که مجاهدین خلق دست به سلاح ببرن تا سرکوبشون کنه. اشتباه از همین تندروی جناح حاکم بود واقعا. قبول. والا تا اینجای کار فهمیدیم که جلاد هم این جناح بوده هم اون جناح. حالا اما با این حال اگر خامنه خیلی اصرار داره که این دوتا رو جابجا کنه و ادعا هم دارن که انبوهی اسناد از ترور و خشونت دهه 60 دارند، خب یک پیشنهاد معقول اینه که چرا نمیرن تو یک دادگاه بین‌المللی این اسناد رو ارائه کنن و به ثبت بدن که کی جلاده کی شهید. اتفاقی که میفته اینه که چرا حالا اینها رو هم تروریست اعلام نمی‌کنن و چرا دولت جمهوری اسلامی بابت چنین جنایت‌های از اینها شکایت نکرده تا الان. من نمیدونم، سوالی است که یه موقع باید مسئولین وزارت خارجه و غیره بیان در موردش یه جوابهایی رو بدن. در این یک مورد اما فکر کنم نیازی نیست که صبر کنیم تا کسانی بیایند و جوابهایی رو بدند، چرا که جواب این قبلا داده شده، اونم نه یک دادگاه بلکه در چندین دادگاه این اتهامات بررسی شده، نه حتی 1 سال و 2 سال بلکه 10 سال با موشکافی دقیق همه این اسناد زیر و رو شده و آخرش این حکم قطعی دادگاه بوده که هیچ سندی که نشون بده افراد غیر نظامی توسط مجاهدین هدف قرار گرفتن وجود نداره و اقدامات مجاهدین همه در پاسخ به جنایات رژیم بوده. قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می‌کند در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌ای که غیر نظامیان را عمدن مورد هدف قرار داده باشد وجود ندارد. سیبل‌ها به طور سیستماتیک سیبل‌های نهادهای دولتی و بعضاً نظامی هستند و این اقدامات مسلحانه به عنوان پاسخی به جنایات رژیم ایران مطرح می‌شوند. یعنی حتی اگر بحث دادگاه بین‌المللی هم باشه، باز در همه موارد به مشروعیت اقدامات مجاهدین و غیرقانونی بودن برچسب تروریستی رأی دادند. ولی از اون طرف داریم احکام یا لوایحی که قتل عام 67 رو به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت کردند. بنابراین فقط این سوال میمونه که نگرانی علی خامنه از جابجا شدن این دوتا با هم به خاطر چیه؟ در واقع تم اصلی مبارزه با انقلابشون همچنان همینه. همین سخنرانیایی که مسعود رجوی هم کم و بیش ویدیوهاش هست توی فضای مجازی همینه که به این سربازا و میلیشیای خودش میگه خب مردم هنوز منتظرمان، از سال 57 هنوز مردم منتظرمان که ما برگردیم و حکومت رو از دست آخوندا در واقع در بیاریم. بله، میبینیم یک نگرانی جدی اینجا وجود داره که به بود و نبود نظام راه میبره. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.